سلام. خوش بودم سرویسی رفتید. اینا شما گفتین بچه ها قبل جراحیاشون مجبورم. من محیط بودم دیگه، محیط بسته بودم. من پدرم هم راننده بود، همه ما رو میشناختن تو اون شهر دیگه. نمیتونستم اصلا تو اون شهرستان، من تو پوشش پسرونه هستن نرفته بودم. حتی خیلی دخترونه ترم بودم، موهام بلند بود توی برهی تا سن تقریبا توی مثلا 2-3 سالی این حدودا. اون بچه که بودم ما هم کوتاه بود، اونو اشکال نداشت، همین میگفتم بچه است دیگه، بچه ها ماشون کوتاه. توی سن بلوغی که رسیدم و اینا موهام بلند بود. حتی یه برهه آرایش هم کردم، من دوست پسرم گرفتم. حتی اینا به خاطر محک زدن خودم بود. اینا به قول شما دلیل، اینا رو اومدم بگم که به قول شما اینا دلیل نمیشه که ما خودمون رو باور نداشته باشیم. من آفرین، خودم دقیقا. تجربه کردم فرمایش های شما رو. آره دقیقا هم همینه. اصلا دلیل نداره که مثلا ما بگیم که حالا چون مثلا فرزاد قبلا دوست پسر داشته پس مرد تنسیس، اصلا همچین چیز نمیتونیم بگیم، چون بالاخره دقیقاً. روند اینم زندگی. میگم ما هر چیزی هم شیما جان، هر چیزی رو واقعا تجربه کردیم. یعنی محک زدیم به قولن. من نهایت تلاشمو کردم برای شناخت خودم. چرا؟ چون خودم رو یه مرد میدیدم و اصلا با واژه ترنس آشنایی نداشتم، یا بیماری، یا اصلا نمیدونستم بیماری هست یا این یک اختلاله، تا به اون روزی که من داشتم تلاش میکردم برای پیدا کردن هویت خودم. من اصلا خودم احساس میکنم آرزومه یه دختر باشم. حسرتشو همیشه داشتم حسرتشو، ولی فکر نمیکردم که یک زنم. واقعا فکر نمیکردم. چرا؟ چون جلو آینه میرفتم یه مرد با ریش کامل میدیدم و میموندم. خب من میدیدم دخترها نسبت به من کشش دارن، به ظاهر من میگن وای چه مرد جنتلمنی، چشاش سگ و گربه و پلنگ و یوز پلنگ داره، نمیدونم. آره جذابه، چقدر از ایناست که نگاه به دختر نمیکنه. حالا نمیدونست من گرایشم اصلا این چیزا نیست که نگاه نمیکنن. بعد مثلا حالا دختر اینور داره آب از لب و چش سرازیر میشه برا من که مثلا چه پسر خوشتی بالا یکم تعریف کنم خودم. بعد مثلا من اینور دارم به پلان پسرا نگاه میکنم، خیابون داره میگذره، من داره این آهن ربا میخوام سمتش کشیده بشم و دلم برای اون داره قنچ میره، در صورتی که اصلش این بود که با توجه به جسمی که داشتم من باید اصولا نرمالش سمت دختری میرفتم، نه که نگاه متفاوت گرایش با هویت. آره. بعد همیشه برای من سوال بود. حتی من شانسمو با اون دختر امتحان کردم، یعنی اومدم دوست شدم، شماره دادم، باورت نمیشه. یعنی وقتی من یادمه با این دختر مثلا صحبت میکردم، مثلا اینجور گوشیدم گوشم بود و اون داشت همینجور قربون صدقه من میرفت، عزیزم قربونت فلان بیسا، من همینجور حالت و هوا داشتم. یعنی اصلا برای من جذاب و شیرین نبود شنیدن یه همچه حرفایی از این دختر و به انتظار این که بخوام اینا رو من بهش حالا برگردونم. میدونی برای من به شدت سخت بود. یه جوری بود من همه تو فکرم جنس مخالف خودم تو اون موقع بود. یعنی توی اون موقع ببخشید، یعنی من داشتم به مرد فکر میکردم، به احساسم همه چیم به سمت مردا بود و هر کاری میکنم نمیتونستم فکر کنم به این دختری که عاشق و دیوانه وار به من علاقه‌مند شده. به عنوان یه دوست معمولی میدیدمش و همیشه بر من سوال بود. حتی اومدم احساس بدم، دیدم حالم داره خراب میشه. وقتی میای بغلش میکنی میخوای به زور بگی دوستت دارم قربونت، اصلا حالت بد میشه. به خدا اصلا یه بحث داغون افتضاح، حالم خراب میشد. میریختم به هم میزدم زیر گریه که من چه دردی دارم، چرا اینطوریم. من الان با این هیکلی که دارم باید خیابونو ببندم، نه پسر بشکم بزنه من بود و این سگا هست با چوب میده ده برو که رفتی معذرت میخوام، نمیدونم چیز کنم، فرار مثلا دعوا میشه، پاهم میلرزه، سوس میشم. این حالتهای مرد نبود با اون شکل ظاهری. هر کی منو میرید فکر میکنه از این مردای 6 زنم که 10 تا بچه هم دارن پشترش این اردکا هست، مثلا بچه هاش هم داره پشترش میاد در این حد. ولی خوب نبود. من همه امتحان ریش گذاشتم،
دکمه پیرندار مردونه پوشیدم، ابرو دست نزدم، دوست دختر گرفتم، سعی کردم بهش گفتم حتی دوستت دارم، حتی اومدم باش رابطه برقرار کنم، اصلا هیچ. همه اینا شکست 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 پشت شکست. و واقعا فهمیدم به طور معجزه‌آسایی یک روز فهمیدم مثلا قضیه از چه قراره. چرا من هر کاری میکنم بگم مردم و حالم بد میشه، به هم میریزم، متنفر میشم از این حالت و هی ضربه میخورم، چون فهمیدم این جسم مال من نیست. و این به ایشه. فرزادم همینطور، فرزادم کلاس گیتار میرفت، دوست پسر گرفته بود، با همدیگه کادو رد و بدل بکن و همه این دنیا رو تجربه کرده بود، ولی معاشقه هم داشت حتی، ولی مال این جسم نبود، حالش بد شد. ولی راست تا یه دختر هم نوع خودش میدید تو دلش قنج میاد. تو بحث شناخت خودتون خب خیلی خوبه که اون مسیری که فکر میکردین درسته رو طی کردین. قطعا این یعنی امروز اگه اینجا هم آخه شیما جان اکثریت این سوال هم پرسم پشیمون نیستی؟ من دیگه چیزی نموند که امتحان نکنم. امروز دیگه پشیمون نیستم چون میدونم. حالا هم همینو نوشتن بپرسید پشیمون نیستن از این. آره ببین پس من هر راهی و محل، یعنی راهی نبوده که بگم کاش اینم انتخاب که امتحان میکردم شاید جواب میداد. همه رو امتحان کردیم بی برو برگرد و جواب نداد. امروز دیگه قطعا میگم پشیمون نیستم چون هیچ میگم راهی نبوده که امتحان نکرده باشم یا فرزاد. خب خیلی خوبه که تو بحث شناخت خودتون این مسیر رو طی کردی. البته بچه‌ها توی پرانتز چیزی بگم، واژه اختلال یا بیماری رو به کار بردی دیگه. الان چندین سال اختلال بیماری از روی بچه‌ها برداشته شد. بچه‌های ترنس بیمار نیستن، اختلال ندارن. حالا نمیدونم تو هیجاناتم اشتباهی بیان شد. این جایگزینش چیه بیماری یا اختلال؟ اصلا نه بیماری نه اختلال. جندر دیسفوریا واژه‌اش جندر دیسفوریاست که حالا به فارسی ملال جنسیتی یا پریشانی نارضایتی جنسیتی معنی کردن. خب تینا جان هیجان زده که میشه اینا رو یادش میره، اشکال نداره. تو مثلا میگن که حتی اون نارضایتی هم مثلا باید برداریم، مثلا این نارضایتی هم نیست، این ملال هم نیست، مثلا اینم حتی میگن که مثلا صحبتی که برداشته شه. مثلا من یادم توی جلسه انجمن آقای سامان ارسطو بودیم با فرزاد جان، یادم این صحبت رو هیچ وقت من فراموش نمی کنم. در اومدن ایشون گفتن که من چیزایی که دوست نداشتم و فقط از خودم دور کردم، همین. سینه دوست نداشتم از خودم دورش کردم، جراحی کردم در آوردم تموم شد. من چیزایی که دوست نداشتم از خودم دور کردم و این حرفش هیچ وقت نمیدونم چرا از ذهن من نمیره و به دلم هم نشست. حالا حرف قشنگیه. دقیقاً آره اینا مثلا تمام اینا واژه است دیگه، یعنی اینکه نباید باشه. حتی اون جندر دیسفوریا، دیسفوریا هم شاید کلمه. آره ایشون هم معتقد به همین موضوع دارن که ما اصلا بیمار نیستیم یا این چیز نیستیم. یه سری اعتقاداتی در اون موقع داشتم برداشته شده، ولی الان پای خدمت من الان جدیدی ها رو نمیدونم، مال منو زده بنده اعصاب روان. آره اینو باید بردارم. آره متاسفانه جدیدن واقعا ما بیمار اعصاب روانیم. آره بیمار. این خیلی بد. از اینکه با یه دختر ترنس ازدواج کردی چه حسی داری؟ اینو بگو. تینا گفت یه حرفایی که تینا زد به منم صدق میکنه دیگه. من قبل اینکه با تینا دوست بشم من داشتم خیلی دوست دختر داشتم. خلاصه میگفتم که دیگه حالا تینا هم بدش نیاد، گذشته بود دیگه. ولی خوشم میاد بگو. گذشته بوده دیگه. آره دیگه من واقعا میخواستم با کسی دوست میشدم، میخواستم واسه زندگی میخواستم، مثل پسران بقیه بعضیا که میان با دختر دوست میشن بازی کنن و ولش کنن. نه من اونطوری نبودم، واقعا برای زندگی میخواستم. خلاصه همیشه میگفتم نه من با دختر ترنس دوست نمیشم، هیچ خوشم نمیاد ازدواج کنم. همیشه میگفتم نه من باید یه دختر عادی بگیرم، اصلا هم نوع خودم رو نمیپذیرفتم اون موقع ها.
قبل اینکه با تینا آشنا، چون یه دونه تجربه دیگه هم داشتم اونم بدتر بود دیگه، باعث شد که من این تصمیمم مصمم بشم. با یه ترنس دیگه دوست شده بودم، خانم ترنس، بعد اونم عملاش همه رو کرده بود و اینا، ولی عمل کردن مهم نیست، جراحی مهم نیست، تطبیق مهم نیست، مهم اینه که واقعا تو اون زنانگی باشی، نه اینکه تو گذشته هنوز گیر کرده باشی. رفتاراش خیلی زننده و پسرانه بود، حرفای رکیک میزد. وقتی باهاش بیرون میرفتم مثلا دوست نداشتم باهاش بیرون باشم، از بس این پسرانه رفتار میکرد. فقط جراحی کرده بود، همین، پسرانه بود همه چیش، فقط ظاهرش عوض کرده بود. این شد که دیگه هر وقت می اومد پیش من با مترو می اومد تو راه دیگه 10 تا شماره هم به بقیه میداد و میاد. بعد این شد تجربه تلخ. اولین تجربه هم بود، با دختر ترنس دوست شده بودم، اون تجربه تلخی هم بود، حتی با هم دعوا اینا هم کردیم و شبانه زد به خیابون، مرسی میزد، ببخشید من اینجا صحبت شماره بده بینمون از حرس منم گفتم برو بابا، من چرا حرس بکشم، ولت میکنم. خلاصه باش به هم زدم سر همین رفتاراش. میگم فقط اون تطبیق مهم نیست، اون رفتارا، منش، درک و شعورش هم باید زنانه باشه دیگه. خلاصه من اصلا احساس نمیکردم با دختر دوست شدم، گفتم این پسره. ول کردم و یه مدت گذشت و توی گروه، همون گروه تلگرام با تینا آشنا شدم. خانم اومد نظر من عوض کرد. تا یه مدت هم به تینا میگفتم نه من اصلا با دخترای ترنس نمیخوام دوست بشم. اولین و آخرین تجربه تلخ من بود که انجام شد دیگه. با تینا کم کم صحبت کردم، رفتم دیدمش، آشنا شدم باش، دیدمش، رفتارش و منشش واقعا یه خانم بود، هست و خواهد بود. حلوا گذاشتیم دهنش؟ نه اصلا گذشتش مهم نبود، اون جسمش بود فقط پسرانه بوده، در واقع همه روحیات خلقیات درونیاشش زنانه بود و هست. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. بچه ازتون پرسیدن که در آینده تصمیم نداریم بچه‌ای رو به سرپرستی بگیریم؟ چرا؟ فرزاد اتفاقا همیشه به من میگه که یه وقتایی خب به هر حال من یه شیطنتایی از من سر میزنه، حالا مثلا سر به سر فرزاد میذارم، من برم بیرون، مثلا نمیدونم برم مثلا یه دوستی پیدا کنم باش، برم باشگاه بیام چیزا. فرزادم اصلا موضوع اول میگه من یه 4 تا بچه باید برای تو بیارم، تو بشینی تو خونه سرگرم بشی، فکر اینکه دوست داشته باشی. نه من مشکل با دوست داشتن ندارم. حالا این شوخی بود، دوستی داشته باشه بره بیرون بیاد، چون اینجا الان تو ترکیه هستیم، محیط بیرونم کوچیکه. بعد ببخشید هموطنای ما اومدن اینجا، عوض اینکه هوای همدیگر رو داشته باشن به هم ضربه میزنن. ما اوایل که اینجا اومده بودیم خیلی ضربه خوردیم از هموطنامون و تصمیم گرفتم که نه بذارم تینا با کسی دوست بشه، با ایرانی یا هموطنای خودمون. فعلا در حال حاضر نه خودم دوستی میکنم. منم میگم دوست من و تو من دوست همدیگه ایم دیگه، دوست نیاز نداریم که ما. آره واقعا. ولی فرض به شدت بچه رو دوست داره و دوست داره بچه بیاره، ولی من خودم توی خودم نمیبینم که بتونم. آخه من خیلی بچه بزرگ کردم، مسئولیت خیلی بالاییه واقعا، خیلی سنگینه. یکی این که من احساس میکنم دیگه مثل اون گذشته اون کششو ندارم با این شرایط جسمانی از پس مسئولیتاش بر بیام. شاید اگه یه بدن سالمی داشتم، مثل اون موقع وزنم نرمال بود، خیلی فعال بودم، پر جنب و جوش بودم، از خدا بود، آرزو بود واقعا یه بچه رو بیارم با جون و دل ازش حمایت کنم. ولی احساس میکنم مثلا از اون مادرها میشم که بچه تکونم میده مامان پاشو کیفم آماده کن، مدرسه دارم، صبحونه میخوام، من اصلا تو نمیتونم از جا باشم. به خدا خیلی مامان شاد و شنگوله، اصلا خیلی نشسته اینو بخندونم دیگه اینجوری. تو خودم نمیدونم واقعا. حتی توی کوئسچن باکس خیلی براتون پیام‌های محبت آمیزی بچه‌ها فرستادن واقعا. ولی من یکی حالا می‌خوام بذارم بعضیاشو.
خیلی پیام براتون گذاشتم، واقعا بچه ها لطف دارن و ممنون من از دل ما قلب ما این بچه ها آره خوبی ممنون. عزیز امیرعلی عزیز بابت لطفی که به من داشتن که متشکرم. همیشه مدیون و شیما خانم هستیم، دوستش داریم واقعا. جایگاه دیگه تو قلب ما داره دیگه، کلمات قاصره از توصیفشون. آخه مریم عزیز آره شما برای ما ارزشمندی. پریشب بود داشتیم با فرزاد بیرون میومدیم و یه بحث کوتاه خیلی شیرینی داشتیم. اونم این بود که یادمه یه جمله فرزاد گفت من اگه برگردم دوباره به زندگی قبلیم و دوباره اصلا متولد بشم، باز انتخابم تویی تینا، باز میام پیدا میگیرمه. و این خیلی برای من شیرین بود واقعا و منم واقعا یه همچین نظریه و همچین احساسی نسبت به فرزاد دارم که منم اون لحظه بهش گفتم که منم اگه واقعا برگردم دوباره متولد بشم، هر جای دنیا باشم، اگه سر رو هم قرار بگیری انتخابم تویی. واقعا نمیدونم چرا این اتفاق برای من افتاده، همیشه احساس میکنم بهترین انتخابو کردم. بهترین انتخاب کردم، همیشه واقعا راضیم از انتخابم، همه جوره احساس میکنم که نمیتونم، راضیم خیلی. و بچه هایی که الان تو انتخابشون مثل من تو گذشته مردد بودن که خانم ترنس انتخاب کنن، شک نکنن اصلا. بچه‌م اگه قبل تطبیقتون بتونین تخمدان و اسپرم چیز کنین، فریز کنین، خوبه. بچه از خودتون میکنه. من اعتقادی ندارم بچه از گوشت و خون خودت باشه. یه بچه‌ای که به دنیا اومده هیچ حامی و پشت و پناهی ندارش، ما میتونیم پناهشون باشیم. واقعا اهمیتی داره که حتما بچه از خون ما باشه. آره دقیقا. شاید بچه دار نشم ولی مادر هزاران بچه میتونم باشم. عزیزم خیلی قشنگ بود جمله واقعا. میگم خیلی مامان خوبی یعنی هستی، میتونی باشی خیلی اکتیو پر جنب و جوش. خب بچه ها دوستان واقعا اگه بچه داشته باشم میشینم و با بچم صحبت میکنم، ارتباط برقرار میکنم، چش تو چش، نوازش، محبت، پای صحبت کردنش میشینم گوش میکنم با دل و جون و جواب میدم با دل و جون، ارتباط میگیرم با بچم. واقعا من یه وقتایی یه مادرایی دیدم بچه داره زور گریه و دست و پا میزنه و ننه روش این ور نمیدونم دنبال کدوم تابلو خیابونه، انگار این داره اینجا دست و پا میزنه. من برام سوال میشه، میگم چرا با بچت حرف نمیزنی؟ ارتباط چون بچه است. مثلا تو اینو لایق نمیبینی که بشینی باش حتی گفتگو کنی، عزیزم مامان چطوری، حال چطوره، خوب تعریف کن، مثلا اصلا هر چیزی با این حرف بزن، این سیمه رو وصل کن، ارتباطه رو بگی. بچه تو هر سنی میتونه ارتباط برقرار کنه، اینو من به عینه دیدم و تجربه کردم. من از اینام که با بچه‌م ارتباط برقرار خواهم کرد. دقیقاً هم. بچه یه سوال براتون گذاشتم اینجا، این سوال شخصیتونه، اگه دوست دارین بلند بخونین جواب بدین، اگه دوست ندارین میتونین رد چیم ازش. این تصمیمشون بچه میاری بوده. اکبر قصاب و سوپر مال من که مشخصه. بالا میگم من فرزاد انتخاب کردم که معنیش زاده با شکوه، یه جور معنی تولد دوباره رم میده، برای همین انتخاب کردم. اسم قبلی من. خب تو بگو. من چون اسم قبلی تو بود تینا به معنای عشقبازی و ناز کرشمرز. بله. اسمای قبلی ما گذاشتیم. بله ما اسممون رو به همدیگه هدیه دادیم. البته من ببخشید میونه کلامتو، بچه که بودم پدرم رامین صدام میکرد دیگه، ولی این هدیه رو از من قبول کرد اسم من نوشته باشه. خیلی قشنگه، کارتون هم خیلی قشنگه بود. الان دیگه نمیدونم چقدر عشقبازی و ناز کرشمه دارم اسمم به خودم میخوره نمیدونم. بچه من کامنت ها رو باز بکنم چون من دیگه این کوئسشن ها که زیاده نمیدونم، بعد انقدر براتون پیام های محبت آمیز بچه ها فرستادم، واقعا خیلی زیاده. بچه خیلی لطفا باز کنین من روی ماه این
عزیزان رو ببینم. یه چیز دیگه من ذکر کنم با اجازهتون، این که ما حالا مثلا ازدواج کردیم، خیلی از بچهای ترنس هم هستن که اصلا نمیتونن همو بپذیرن و اصلا صلاح نیست کنار هم قرار بگیرن، مگر اینکه اینا یه پروسه رد کنن، به شناخت کامل اول از خودشون و طرف مقابلشون برسن و بعد اون آمادگی رو پیدا کنن که بتونن با همدیگه همراه بشن توی زندگی، هم مسیر بشن و ازدواج کنن. حتما این به نظرم باید انجام شده باشه. مثلا من این به اون درک نسبت به خودم رسیدم و طرف مقابلم رو تونستم بپذیرم، درکش کنم، بفهممش که بتونم باش زندگی کنم یا دوستش داشته باشم یا عاشقش باشم. برای همین این خیلی مهمه. این فقط صرف این نیست که تو چون دختری اینم چون پسره و چون هر دو ترنسین ازدواج کنین خوشبخت میشین همه چی عالیه اوکیه. نه، این واقعا اول باید هم خودتون رو بشناسید هم طرفتون رو و این خیلی مهمه. کار آسونی هست. مقابل خیلی مهمه. دقیقاً آفرین. این هم بگم زندگی واقعا چه من و فرزاد که ترنس هستیم، از یه جنسیم، با عشق ازدواج کردیم، چه آدمای عادی، زندگی ما هیچ فرقی با بقیه نداره. ما هم تو مشکلاتی داریم تو زندگیامون، گاهی اوقات اختلاف نظر داریم، اختلاف سلیقه داریم، بحث داریم، حتی دعوا داریم. در کنار اون همه عشق و دوست داشتن و صبوری و پایبندی و وفاداری و خیلی چیزای دیگه که هست، اون شوری و شیرینی با همن، همه چیز با هم درآمیخته است و خیلی مهمه. تو وقت همینجور که تو شرایط عاشقانه و گل و بلبل زندگی با عشق کنار همسرت هستی، توی مشکلات هم بتونی به همین شکل حلش بکنی، کنار بیای و کنار همسرت بمونی و اینو چی میگن تعمیرش کنی، به قول فرزاد، نه تعویزش، طرفتو تعمیر کنی. این خیلی مهمه. اینو خیلی دوست داشتم بگم، چون مثلا میگم آره من امتحان کردم، نه اصلا به دردم نمیخورد ترنس. نه، انتخاب تو عاقلانه، هوشمندانه و درست انجام بده. مشخصه که خیلی یه فرد پخته این دقیقا این صحبت ها داره انجام تحقیق شدن. خیلی خیلی قربون شما لطف دارین. گفتم فردا از حرفای من اشتباهی برداشت نشه. حالا همینجورش هم خیلی قلط قلوط داشتم دیگه، ببخشید من سواد آنچنان ندارم، به خاطر اینکه همه چی رو قشنگ کامل توضیح دادی. خیلی اون دورهایی که من میرفتم مدرسه توی خوزستان خیلی سخت بود، بین پسرها درس خوندن، باشون ارتباط برقرار کردن و خیلی من اذیت میشدم. جوری بود که من دیگه نمیتونستم ادامه بدم به درس خوندن و آخر چاره ای نداشتم جز ترک تحصیل دیگه. سخت بود واقعا، نمیتونستم کنار پسرها باشم روی حساب. ولی خب فرزاد خوش به حالش، خیلی خوب تونست خودش رو تا دانشگاه برسونه و امروز خیلی به نفعش این موضوع. ولی خب منم به خاطر این پروسه مجوز و تطبیق جنسیت و این حرفا که دوباره از شهرستانم نتونستم دانشگاهمو انتقال بدم به کرج، دیگه ترک تحصیل کردم. کارشناسی داشتم میخوندم، چون پیام نور بودم مدرکمو ندادن تا نصف، در واقع فوق دیپلم باید به من مدرک میدادن که نمیشد، اون باید 4 سال به کوب میخوندم دیگه. افتادم تو پروسه مدارک و اینا، دیگه نتونستم ادامه تحصیل بدم. اگه دوست داشتین حتما میتونین توی کشور سومتون ادامه بدین درستون رو. تحلیت هست، حتما میتونین ادامه بدین. دیگه اونجا هم باید بیافتیم دنبال خرج در آوردن زندگی و این کار کنیم و اینا دیگه. که بتونه، اگه دوست داریم واقعا بتونین درس بخونین. یه چیزی که خیلی تو زندگیمون دوست دارم اینم بیان کنم، من خیلی حرف میزنم، مصاحبه میکنم. یه چیزی که خیلی تو زندگیمون برای من اهمیت داشت این بود که من وقتی با فرزاد ازدواج کردم، همیشه اولین چیزی که میگفتم اینه که من کاملا درکت میکنم، به خاطر اینکه تو هم یه جسمی مثل من داشتی و تمام تلاش این بود که بتونی هر چیزی که درآمد داری، حالا به هر شکلی درآوردی و هزینه کنی تا بتونی جراحی کنی و به هویتت برسی. و الان یه بدن تیکه پاره داری که حالا باید ترمیم بشه
و ازت این انتظار رو ندارم تو زندگی که کار کنی به سختی برای من پول فراوون بیاری. نه، من درکش کردم، گفتم بیا با همدیگه از صفر، یعنی صفر که هستیم، از همین صفر شروع کنیم، نم نم بدون که از هم توقعات آنچنانی داشته باشیم که در توانمون نیست. با همدیگه راه بریم، این مسیر رو بریم، کم کم به اون رفاهه برسیم، به اون تکامله برسیم از نظر مالی، اقتصادی، حالا اجتماعی یا هر چیز دیگه‌ای. با هم آروم آروم شروع کردیم رو به بالا رفتن که به اوج برسیم و همچنان خیلی خیلی باز راه داریم تا به این مسیر برسیم. این خیلی مهمه که همدیگر رو بتونید درک کنید. یعنی هم فرزاد هم من هر دو به یک اندازه توی زندگی سهم گذاشتیم، توی زندگی تلاش کردیم. اینجوری نبود که من یه گوشه بشینم فرزاد کار کنه یا فرزاد یه گوشه بشینه من کار کنم. نه، هر چیزی هر جای اومد وسط گذاشتیم و با همدیگه سعی کردیم این زندگی رو اداره کنیم و این خیلی خوب شد بابت پایداری زندگیمون، استحکام زندگیمون. چون دیده شده واقعا یه سری میگن آره من فلانی مثلا من دوست دارم میلیاردی خرجم کنم، یه صحبتی که من جدیداً شنیده بودم، یا مثلا آره مرد وظیفشه بره که نه، حالا من کاری به اون مسئلهش ندارم، ولی من چون عاشق طرف مقابلم هستم و میدونم از جنس منه، دلم نمیاد این ظلمو بهش بکنم یا این خودخواهی‌ها رو انجام بدم توی زندگی. من به شخص این کار رو انجام نمیدم و این شاید خودش یکی از دلیلی باشه که همیشه زندگی شیرین، آرامش داری، همیشه احترام بهت میذاره، همسر دوستت داره و عاشقانه پرستشت میکنه، چون خیلی بیشتر از خودش درکش کردی و اونم همینطور این درک رو از تو داره. این سام میگم دقیقاً هم همینطوره. و یک نوشته گذاشته بودن چند وقت پیش به نمیدونم شوهر قول چرق جادو نیست یا مثلا زن فلان نیست. دقیقاً همینه دیگه. وقتی یاد بگیریم که توی رابطه رفتار درست چیه و انتظاراتمون رو از هم یا همون نیازهامون رو از هم بنویسیم و در موردش با هم صحبت کنیم، قطعاً رابطه بهتری رو خواهیم داشت توی مخصوصا رابطه زناشویی. و قرار نیست که ما ازدواج کنیم که اون حالا چیزایی که توی کودکیمون نداشتیم رو یا حسرتایی که داشتیم رو بخوایم تامین کنیم. نه، همچین چیزی نیست. قراره که با کمک طرف مقابلمون بتونیم اون خواسته ها و نیازهایی که داریم در کنار هم دیگه تهیه کنیم. و این حرفت خیلی قشنگ بود تینا، واقعا لذت بردم از اینکه این صحبت ها رو شنیدم. خیلی همیاد میگم. عزیز. خب سوال دیگه چی هست؟ بچه ها برات نوشتن که لایو بذار مثل قدیم. یه لایوایی میذاشتی قدیم خیلی هم با نمک و خاطرات خنده‌دار. آره اتفاقا من یه آدم خیلی طنز پردازم، یعنی سعی می‌کنم همه چیزو به صورت طنز چاشنی کنم، طنز رو داخل صحبتام. ولی خب امشب خیلی من هی خودم رو گرفتم و میگم این وگرنه خیلی شیطان دارم توی کلماتم، ولی خب امشب گفتم چون این لایو قرار سیو بشه و گفتم یه ذره مواظب کلماتم باشم و درست اداشون کنم. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. خب بچه دارید بپرسید. اگه نکته‌ای هم هست که خودت تینا جان فکر میکنی فرزاد جان نگفتین بهش اشاره کنین، در موردش صحبت کنین. اگه بچه ها سوال نکته‌ای که اگه بخوام بگم همیشه واقعا تو ذهنم این مونده. من اون دوره‌ای بود که بیمارستان رفته بودم واسه بستری، هیچ وقت یادم نمیره. یادم میاد قبل از من 2 تا از بچه‌های ترنس جراحی کرده بودن و 2 تا از بچه‌های چادری محجبه و خیلی درست و حسابی با شخصیت اصفهان بودن و دوستای صمیمی من بودن. اینا رفته بودن جراحی کرده بودن و تمام بیمارستان دیگه اونا رو میشناخت. یعنی سال بعدی که من رفته بودم برای جراحی اسمشون که میومد همه شوکه بودن، میگفتن ای تو دوست ایشون هستی؟ بعد میگفتم آره. میگفت تمام بیمارستان عاشق این 2 ترنس شدن. یعنی جوری بود روز اول که ما اینا رو دیدیم چادر سرشونه گفتیم ای ترنس و چادر
ترنس و حجاب مگه داریم، مگه میشه؟ یعنی اصلا یه جوری عجیب بود براشون این همه خانومی، این همه وقار، متانت، نجابت براشون عجیب بود. و من واقعا اون لحظه به خودم بالیدم، یعنی احساس غرور کردم اون لحظه. یعنی که همونجا بگم چادرم کو حالا بدون چادر یعنی تا این حد. و واقعا قطعه خوردم به این دو عزیز دوست داشتنی. و یادم میاد اون شب همه بالا سر من بودن و میگفتن وای چقدر این صداش چیز زنانه است و چقدر این خوبه، اوکیه، فلانه. از قضا هفته قبلی هم که من روزی که من جراحی کردم، هفته قبلش یه ترنس جراحی شده بود که همون ترنسی بود که فرزاد راجع بهش صحبت کرد و گفت که توی زندگی من اومده بود و اینجور بود و اونجور بود. همون دقیقا همون ترنس بود و اونجا توی بیمارستان گل کاشته بود از رفتارهای ناجوری که داشت و نمیدونم افتضاح بازیایی که در آورده بود و خیلی چیزایی به طور وحشتناکی یه شخص آبروریزی شده بود تو بیمارستان از طریق اون. چرا؟ مثلا با این خدمتکار بیمارستان که تی میکشید این دست مینداخت دور گردنش آی دوست دارم و نمیدونم با این شروع میکرد رفتارهای اشتباه و غلط کردن و جوری شده بود که دیدگاه اون پرسنل بیمارستان نسبت به ماها تغییر کرده بود و فکر میکرد که همه ماها یه همچین شخصیت ناجوری داریم. حالا من خیلی اصطلاحات رو به کار نمیبرم ولی خب دیگه خودتون منظور حرف منو میگیرین. و جوری شده بود مثلا منی که تینایی بیام یا یه دختری که حالا یه ذره برون داره خوشگله، اینا به خودشون اجازه میداد خیلی راحت بیان لمست کنن، با شوخی دستی کنن، هرچی دوست دارن ازت بپرسن بدون اینکه خجالت بکشن از حرفشون. و این خیلی بد بود. من دوره سختی رو توی بیمارستان اون شب سپری کردم. یا شب تا صبح این مرده همت بالا سر من، هی مثلا بهانه آزمایش، عکس، فلان، اینا خیلی واقعا رو اعصاب من رفته بود این موضوع. و من هر چیز اون شب یادمه اصلا نه تنها رو ندادم، خیلی مثلا سر سنگین پوشیده رفتار کردم که دیگه مرده یه جا به خودش اومد گفت نه این فرق داره. اینجا من نشوندم. و این واقعا خواهشم از بچه‌ها اینه که شما اگه هر رفتاری رو توی جامعه از خودتون نشون بدین، توی هر نقطه از اجتماع شما تمام معرف و الگوی بقیه هم نوعای خودتون هستین. یعنی هر رفتاری کنین همه دیگه همه میگن همه اینجورن. یه دختر عادی نیستید که یه دختر عادی که بیاد مثلا آقا هر دوست داره یه کار بدی کنه، بقیه نمیگن میگه همه دخترها بدن. ولی اگه یه ترنس کاری بکنه خیلی احتمالش وجود داره که بگن ترنس ها بدن. یعنی اون لحظه به این فکر کن که تو داری از طرف من میری، معرف منی، تو داری منو به جامعه معرفی میکنی نه خودتو. فردایی که این جایی که داری پا میذاری من قراره پا بذارم، سر چهارراه، توی بیمارستان، توی هر جایی از این گوشه گوشه اجتماع قرار راه بری، منم قرار اونجا راه برم. تو اگه هم هر چیزی هستی منم همونم. رفتار تو رو زندگی منم تاثیر میذاره. یه نکته که هست اینه که حالا ما واژه عادی استفاده نکنیم، افراد سیسجندر. آره اینه که متاسفانه نمیدونیم چرا این اتفاق میافته که وقتی یه نفر یه رفتاری رو انجام میده، جامعه میاد اون رفتار رو تعمیم میده به کل جامعه‌ای که اون فرد بهش تعلق داره. مثلا اگه فرد ترنس خیلی کار اشتباهیه ها، خیلی، چون اصلا رفتار من ربطی به رفتار یک نفر دیگه نداره یا رفتار یک نفر دیگه ربطی به این نداره که مثلا بیان منو قضاوت کنن. ولی متاسفانه جامعه این کار رو انجام میده. یعنی اینکه مثلا اگه یه فرد، یک مثلا دختر ترنس یا پسر ترنس یه رفتار اشتباه رو انجام بدن، چون حالا جامعه کوچیک‌تری رو میگن که نمیدونم، حالا مثلا میگن اقلیت. من کلا خودم با این واژه اقلیت هم مشکل دارم، چون هممون انسانیم. من همه رو انسان میبینم، یعنی یک دنیایی به جز اقلیت و اکثریت میبینم. همه انسانیم، حق نداریم واژه اقلیت یا اکثریت رو افراد بذاریم. ولی
چون میان مثلا میگن که اینها جزء مثلا بچهای ترنس هستن و مثلا فلانی این کارو کرد، بعد تعمیم میدن تمام جامعه مثلا بچهای ترنس اینجوریان که این کار فوق اشتباهیه، یعنی ما اصلا نباید این کار بکنیم. ولی متاسفانه همچین اتفاقی میفته و خیلی ناراحت کننده است. برای همینه که من ازشون خواهش میکنم، واقعا خواهش میکنم، امشب ازشون خواهش کردم که هر جای پا میذارن فکر کنن که منم قراره اونجا پا بذارم و به خاطر بقیه هم نوع خودشون یه جاهایی توی اجتماع و شما انقدر زیبا هستی، انقدر جذاب هستی که هر کسی نگاهش به شماست، نیازی به جلب توجه نداری. میدونی من صحبت هم با روی اون ترنسایی که خودشونو کم میبینن، پایین میبینن، سطح پایین و ارزش‌های خودشونو زیر سوال میبرن. این بحث باور دیگه، بحث باور و شناخت بچه‌ها نسبت به بازم خواهی میکنم شاید هم خیلی این صحبتم مورد انتقاد قرار بگیره از جامعه ترنس‌ها، ولی خب من دوست داشتم اینو بگم چون واقعا تجربه سختی از این جهت داشتم. یعنی اینکه این حقیقت تلخیه، متاسفانه این اتفاق میفته که چون میگم جامعه بچه‌های ما رو جزء مثلا اقلیت میدونن، یکی که رفتاری داشته باشه تعمیم میدن به همه. حالا اصلا خب بابا مثلا شاید دوست داره که نمیدونم مثلا به اون صورت این اختیار داره که هر جور دوست داره برای خودش زندگی کنه. آره دیگه آزاده هر جور که دوستان زندگی، قطعا همین. خب بچه اگه سوال ندارین که ما دیگه لایو رو ببندیم. من میرم به عروسی ببینم چه خبره. خیلی ممنون فرزاد جان، متشکرم که امشب کنار ما بودی و مهمان شما بودیم امشب، باعث افتخار. فقط ببخشید من اگه یه وقت کلمات اشتباهی رو بیان کردم میگم، یکی این که سوادشو ندارم، یکی این که به خاطر اینکه دوست داشتم بقیه‌ای که مثلا یه سری الفاظ پزشکی رو نمیدونن با زبان عامیانه ساده براشون تعریف داده بشه، وگرنه خدا رو شکر که ما شیما جان رو داریم و پزشکیش هم میگه تخصصی این جمله چیه و درست چیه صحیحش. عزیزم فرداشم بچه حتما لایف سیو میشه. آره اونایی که از اول ندیدن حتما ببینن، حتما سیو میکنیم لایو رو. و واقعا لطف کردیم بچه ها امشب اومدین در کنار ما بودین، خیلی واقعا این تجربه خیلی قشنگی بود و شما اولین زوج ترنسی هستین که ما اصلا باشون لایو داشتیم. ما تا حالا با زوج ترنس لایو داشتیم، واقعا باعث افتخار ما بود که با زوج ترنس باشیم. انشالله زوجای دیگه رو ببینیم در کنار هم، مسابقه‌های زوج بذاریم و ببینیم که دیگه ما مامان باباشونیم دیگه قدیمی. آره حتما انشالله که بچه‌های دیگه هم میتونید از پس زندگیتون بر بیاید، خدا همراهتون هست. من واقعا اعتقاد دارم هر جایی از دنیا که قرار بگیرم واقعا احساس نمی‌کنم الان مثلا تو ترکیه ام، ایرانم، خارجم، احساس کنم تو آغوش خداوندم. عزیزم خدا همیشه احساس کنم تو آغوشش اینجوری نشستم، توپلی منو بغل کرده، بهم لقمه غذا میده میگه بخور، آروم باش، من اینجام کنارتم، تو بغل من اینجات امنه. به خدا همچی حسی دارم. خیلی عالی. جام خوبه. همیشه بچه ازتون بشنویم انشالله، به زودی خبر ازتون بشنویم. الان تنها چیزی که نیاز داریم دعای بچه هاست که دعا کنیم ما از ترکیه رها بشیم. واقعا انشالله به زودی خبری خوب بشنویم ازتون. چند وقت دیگه لایو بذاریم تو کشور سوم انشالله. امید به خدا. واقعا بازم مرسی از شما که برای ما وقت گذاشتین، واقعا دلسوزانه به صحبت‌های ما گوش کردین و این اطلاعات رو اشتراک میذارین. خیلی واقعا جای تقدیر و تشکر داره ازتون. سپاس فراوان. ممنون از خودتون که میاین، خیلی شجاعانه صحبت میکنین. این شجاعت شما قطعا خیلی به بچه‌های دیگه کمک میکنه، چون من خیلی کامنت داشتم بچه‌ها که با لایوایی که ما داشتیم بچه‌ها برای خانواده‌هاشون کام اوت کردن و چه کام اوت‌های قشنگی انجام دادن و خانواده‌ها وقتی لایو رو دیدن
کاملا یعنی پذیرفتن و این برای ما یک دنیا ارزشمنده. واقعا این شجاعت شما و تمام بچه‌هایی که میان توی لایف قابل تحسینه. اتفاقا من تو ایران که بودم چند تا از بچه‌ها رو خودم رفتم با خانواده‌هاشون صحبت کردم و اینا دیگه. من بعد اینکه تطبیق داده بودم کاملا تغییر کرده بودم. اون زمان بود هر کی کمک میخواست انجام میدادم، حتی خونه خانواده هاشون رفتم صحبت کردم. خدا رو شکر اونام عملاشون رو انجام دادن، الان دارن دیگه زندگی هاشون رو میکنن. خدا رو شکر. آره و این خیلی لذت بخشه که بچه ها آره واقعا آرامش برسن، شاد باشن، خوشبخت بشن. این برای ما یک دنیا ارزش داره و واقعا شماها که پیشگام هستین توی این مسیر در کنار بچه ها هستین، خیلی کارتون واقعا ارزشمنده. بچه ها واقعا کارتون ارزشمنده. ما که در حال حاضر کار خاصی نمیتونیم، از دستمون بر نمیاد، خودمونم اینجا گیر و گرفتار شدیم، ولی در حد توانمون سعی میکنیم بچه ها رو راهنمایی کنیم اگه از دستمون بر بیاد. همین که میایین صحبت میکنین، اطلاعاتتون در اختیار بچه‌های دیگه قرار میدین، واقعا کارتون ارزشمنده. واقعا خیلی کار بزرگ. عزیزم مرسی واقعا از شما. خب ما دیگه با اجازه خیلی ممنون، خیلی متشکرم عزیزم. بچه مرسی که تا این لحظه ما رو تحمل کردین، به حرفای ما گوش دادین، وقت نازنینتون رو در اختیارمون قرار دادین. انشالله جبران کنیم، یه عروسی خوبم بهتون بدهکاریم. آره دیگه شما هم خانواده ما شدین که از روزی که ما توی دنیا گذاشتیم دیگه تک تک شما شدین خانواده ما، سنگ صبور ما، حامی ما نتونستیم حتی فرصت کنیم یه عروسی درست حسابی بگیریم، ولی خب این عروسی رو ما به شما قول میدیم، شما حتما باید دعوتین تک تکتون. کشور سوم حتما عروسی بگیم، من 100% میام. عزیزم حتما انشالله میام یه جا نزدیک باشه که همه تون بتونیم بیاییم انشالله. آره یه جور تایپ کنیم اوکی کنیم راحت میتونیم. آره عزیزم دورتون بگردم، سلامت باشین. خب دیگه ممنون دیگه ما خروج کنیم با اجازهتون دیگه. شما اینوایت هم میزنم، اگه دوست داشتین میتونین توی پیجتون سیو کنین. من حتما انجام میدم. بعد دوست دارم اینو هی تکرار حالا استوری کنم. نه اون یه لایو دیگه بود، اینو ولی استوریش میکنم. شبتون بخیر بچه‌ها، عزیزم میبوسم. ممنون خانم باشین. خوشحال شدیم. بخیر بچه، شبتون بخیر. شبتون سلامت باشید. خدا نگهدار. خدا. خب بچه خیلی ممنون که امشب کنار ما بودین. سوال اگه داشتین حتما دایرکت بپرسین، من حتما تمام دایرکت ها رو جواب میدم انشالله در طی چند روز آینده. در مورد روند اگه سوال دارین، در مورد عملا یا حالا هر چیزی، البته یه دونه هایلایت هم به روز رسانی کردیم، هایلایت جراحیه که تمام عملایی که بچه ها توی سال 1400 1401 انجام دادن رو اونجا سیف کردیم. از دیروز داریم اطلاعات جمع میکنیم. مرسی بچه ها، ممنون از تک تکتون، متشکرم. مرسی که در کنار ما بودین. شبتون بخیر، خدا نگهدار.